Mas eu dou na birthday se eu escolhi na versão, Nadia. Nadia بتروی؟ خودت بتروی. داره حالی خوبی هستی نه؟ باید شد. برای خوشگاه شیشه بگم مرسی. میکنه؟ بعدا خیلی ستایی داشت. الان سه چوبک من از تو داشت کنم بله. جرون نیسته شما نیست تو؟ هم نیسته شما؟ ها برای شیشه ده بیا برای زی بیا برای تام بیا خورده ای سیستان خورده ای؟ بشنجه من خیال کنم بعضی هاش درشته ریز من فکر کردم درشته بعد دوام میکنم وزیه لیرتو ما با سوان سو؟ ما گفتم روسی نه ما با سوان اما تابیونم اما تابیونم سنگاش کلام بیام بازم نزبارتر؟ خب همون ساعت 8 بیا ایتونه بی همو بی چی همو بی همو اسمش چی بی همو کارتو چی؟ خب همو بی دیتا ما سیزنه در زمان اینا که اینا بونده آدم اینا بونده دیوان وقتی خیلی داده رو من این چیزه دامون بونده از سر ساعتشو خرید تاشو خرید یه جدی هم بازم میده نیست شد این هیچ نه این نبنا کنیست این نبنا کن یه قاسم دیگه دیگه باشور تبع بعد از زنگ از ایستیم بگو چه مریضا بگی در مورد نامیدش که داریم خواهد زن بزنیم بیام شما یک سال نوارد رو از گفت یه کاری که نباید که مزنونی آمده همه از دوستم من این سه شما یه عادی بگو مرزی شیشه رو بیابلون و پشتو بیارشون روچ موقع نه اون بالا منه یه سبدی همون ناه چند تا شیشه با اونجاش که من عمل یه راسته شوننده که من چیز درا بیار شدم
معدیه حالت بهتره و بیه؟ یه خورده؟ برام خوبی بود شنو؟ آمده شو؟ بسه؟ کچ اینا؟ وای نارن اینا یعنی چی؟ وای نارن همین کشکیل ریزا بیدی؟ نه این اصلا فای نارن اینه بیا نمیشو بیا نمیشو سیما یه چی دست منجاش تون بخورم؟ بیا نمیشو بیا سیما نمزلوتر بازم شو باز شدم ببین یه فای نار به نظرم خیالش خیلیه فای ناره خیالش خیلیه؟ ها خد نیست شیشه خیلی هسته ماما سنگینی ریزه پیزیاله بریزه نه خوبه تاب شد وين جان به درد میخوره؟ الان این خوبه یکی داخل همه جاکوی به درد میخوره؟ نه بیارش چه شده؟ مرزه بیا مرزه تمیز بشور شو چطور از ظرف شو؟ سرپیش ماما از ظرف شو بشور شو تا سرپ کن میتونم بینم تو شوشن فقط کار خیلی از این میخوام ما آکنم بشو چه قشنگ نبون میتونم مزرف شو مایش چه دستی کنم قلنا ما تصدقني شخال ها شي دانش عادی با فرصت میرم یا بابا كله بوصل شاي شد عادی پردی آخه عادی نبیچه؟ هاي نيتهم این سبزیه چه مزه شده یه نوع سبزی هم سیری خان سبزی خان هاشي درسي چند تا دونه هست دونه و همش آسون تره راست شردنش اوسه و همش هم جرون تره این ترشی چه خون ممکن رسونیم ترشی بنده میخوری برم بریم عادی ها فرصت نبیا تو بگم وصلت هلا ما طلب بگم راح نسيت معدی الان موقع پارسل نیست مثلا سال میخوریش هادی این سینوس سبزی ما چقدر تنده تون مزاش تنده ها نشوشته نخری قرصتی قرصه که نشونه به دفتر نبیشورم قرصه چه تازه بوی سیزی نشونه بهشون هست داره باش و این اتنا درد سری ما چندی فرضافه مریضی که همش اضافه خدا نفت چه مادری چند قاخ خلای کاری کنی پیله این کار کار میگه خمونه هذا قرصة كلها تقريبا نوع قرصة لك نه ده من سوشيا هذا عنده دو يعني عشان مثلا ونقول مثلا إن ليش كلام
اینه داتی سو؟ گوینه بخوام؟ یکی اینجوری نیست جونه خیلی جونه این دستان نمیخواد یعنی از 700 داخلی یکیش کچیش بسه 700 داخلی سانسی ما تا روز آزار نرو بیادا مریضی تمرس اضافه تو باید که صحبت کن ها؟ با چی؟ تو با یه نفر صحبت میکنی من نریم مشتری نیاره چه همین خیار شوره هی بفروشیم سی خرزیم علاقه خدا رفتی از اون دست رو ببین بس دوی خود همیشتر میکنی تایم دوی دیام ای خواستن مانو بزنه از میتونست رخص کنم؟ چند؟ زنی مرد نگام دی ای خواهی دارته رسونه؟ ها هر چه خواست سکن زنی مرد حتما خبرم کن پس سیزی ای کار کنی سنه مامانی گفت من جهلا سخت من جهلا سخت جام مرد چند بسیده بشو بس چند بزن ها هرچی چند ترم زنی هم بهتره و ای کار کنی چی بود؟ ما اینو زیتر خرجن زیتر اماره او بخیرم Alas, sempre sei. mas ela se fica. ساعت من پیزاشتون رفتم ایستگاه چی بود بیان طبقه؟ هادی اینه بردم یه تا این چه این رو اینجا خیلی واسه من نخواهد عادی این باید الان یه اونو چه باز کنی مادرت 4 تا دونه اینی زنان داخل شد چه زنی؟ ایسونی شد چه خیلی درست کنیم؟ اونو چه من او پارسیجی بود درست گرش او میکنی چند تا لیمون او کنش بر خیلی اینو مرزیه بابا چند بزن من چند بزن زیکو یه مشتری نیستشو من چند تاشو بفروش مرزیه ها مرزیه یه تو خلالی بودم بیا میدش خوبه برداشت برو اگه تا کنش عادی هایی اگه تا کنش باید قشنگ لیوان کنی تو متوجه اون چقدر کنی خوبه؟ چون بسته؟ بیشتر خیلی خیارمون خیلیه تا خیلی گوه چه که داخلش؟ و لیوان گفتم که داخلش تو متوجه اون قضا من نمیخوام سیرم داشتم تمام شد چه اون کاری؟ بیا ها بیا چه کاری؟ خیلی بسته؟ باید لیوان برتی داخلش تو متوجه اون باید نمیبره قاتیش نرسی؟ یه کوی دیوانه باید کنم او تن سرده نه؟ نه او گرم کن والا او گرم؟ مانی و دستمون چند تا این کنم مانی همش 30 تا
چند تا چه؟ لیوان 6 تا 7 تا 8 تا دقیق چند تا؟ دقیق؟ آه. دقیقا یه 8 تا دو نیتما دقیق ها دقیق سپرده یه دست میگه من خوشی داغه رجالا بود بایی نه یا با اون لیوان با کنی باید استی؟ ها نه شکلاتامه چه؟ هیچی. نه خیالی بودم. ببین خیالی. بلش عرضت میکن این من کن مامان تو مکن تیموری چیکنی چی موزه پام هادی هادی به تصیب بگم چند؟ یه 8 تا 8 تا لیوان؟ خب سکان؟ این گفتی خواهم یاد بزر میخوام سری که نمونه نستویش کنیم اینه و ترتیب این شیشیه نه همینطور مثل ایه چی اولیمون همینطور باید بچینیم داخلش سیر چردم رقاتیش باعث سبزی خوشم ها سیگه باشو؟ ها سیر هم برسون میشن سیر با آسی بوچ سنده هم ممزدش بسی باش ها واسه باید تا چند روز چه بود؟ همون روزی باشه بخیری همون روز آه همون روزی باشه بخیری البته این روشی چون دارم درست کنم خیاشو رو وقتی بپزی مامان دنی یارو سکن چند بزن ببینید دیگه وقتی خیاشو رو بپزی سکان دنی مرده. خواهی مثلا بلیش تا برسه مرزت چند بزن چند تا لیوان رو چرقاتی ببینیم 8 تا با 8 تا 8 تا هم لیوان 8 تا هم قاشق غذاخوری نمیگیمش 8 تا 8 و تعداد همون لیوان رو چطورتی داخلی ها اینا زیاد یعنی؟ نه تبرا آنی 8 خیلی تا بجایی قاشق غذاخوری یه خواهد 8 ها نه؟ من خیلی سنه مرزیه از این بعد داد صاف جپو بکش هر کجی 8 تا میشه؟ مدر نامم تنها شبیه تا قبلش راستی بگم نیستی؟ نه شبیه آوار چی بگی 8 تا هم میسونم؟ بارچه هشتاد بزن کرام دونه سرم اشتباه نکردی؟ پیاز لازم بتمون نه یه خود کنم فرست مرزه بزی برد برم مرزه برم سنم جامو روشن خب نه شروع بود میشه با هزار شو بود روزه میگرد نه
مهتر خود اطلاق نمیدو میخوانم نمیو فعلا میخوام اینا قسمی سلطان اما سلطی خان و اصفکار اتاق اینو بخرم ها شو بخیر یه شمیده با خود بود خب ایشه سفارشی تو موسیقی ها دا همو چی باید بخریم چه ابراهیم همکارمو بیکارمو خب دایی ساختم من مرزی خاطی مرزی چه داری؟ چه عربی داری؟ اما ساچی تو یه انگاری اما ساچ ببین چه کس خربانی کنی نخواهیم باید اینه تو من یه کنیم ها؟ جان یه چیز؟ ماما یومو دوباره سی بینندیلمو دوباره روش درست کردن خیار شده توضیح بدم توضیح بده سلام همه عزیزان خب ممنونم که کانال ما رو دنبال میکنید این ویدیوهای ما را با دوستان خود به اشتراک بگذارید عزیزان ما امروز میخوایم خیارشور درست کنیم روش درست کردن ترشی خیارشور وقتی ما فقط به خیار ریز احتیاج داریم وقتی خیارامون آوردیم خیارا رو باید تمیز بشوییم وقتی همه خیارامون رو شستیم باید اگه خیاراتون زیاد بودن به شیشه های زیادی احتیاج داریم و شما نباید داخل از این همین چیزای اینقدر بزرگ که همین سطرهای بزرگ نباید داخل اونا درست کنین چون خراب میشن خیارشورامون بعد وقتی دیگه همه چیزمون آماده کردیم به اندازه ای که آب مثلا هر چقدر خیاراتون زیاد بودن به اندازه خیاراتون آب میخوایم فقط آب میخوایم وقتی آبمون رو ریختیم داخل پارچمون به اندازه لیوان هایی که آب ریختیم در پارچ باید دوباره هم نمک بریزیم مثلا شما الان ما کلن ما چند تا لیوان آب ریختیم؟ 8 تا لیوان آب ریختیم داخل پارچمون به تعداد لیوانا که 8 تا بودن 8 تا لیوان آب 8 تا قاشق غذاخوری هم نمک میریزیم نمک میریزیم بعد این روشی که ما داریم درست میکنیم اگه شما خودتونم خواستین در روش دیگری درست کنید دیگه نظر خودتونه صلاح تو دست خودتونه ما اینجا که آبمون رو درست کردیم آب نمک ما به سبزی تلخون احتیاج داریم که در همه سبزی فروشی ها هست ما به سبزی تلخون احتیاج داریم وقتی سبزی های تلخونمون رو آوردیم باز هم مثلا اون خیارامون تمیز میشویم بعد در حد اینقدری در حد اینقدر سبزی تلخون میخوایم که بریزیم داخل شیشمون برای مثلا برای مزه دادن به خیارشورمون به خیارامون که طعمشون تغییر کنه هر ترشی به سرکه خودش احتیاج داره الان مثلا ما میخوایم خیارشور درست کنیم به سرکه سفید احتیاج داره اگه شما خواستین بادنجون درست کنید ترشی بادنجون درست کنید به سرکه قرمز احتیاج داره یا همون قهوه‌ای خب ما دنبال خیارشورمون بودیم الان وقتی ما کلن این خیارشورمون رو کلن درست کرد این خیارمون رو ریختیم داخل شیشه با سبزی تلخونمون
آب نمک میریزیم روی این خیارمون. میریزیم روی خیارمون. ما باید بیشتر شیشه رو، مثلا شیشمون رو 4 قسمت میکنیم. 1/4 سرکه، 3/4 دیگه آب نمک میریزیم. چون میگن خیارشور، خب میشه دیگه آب نمک بریزیم روش. شور باشه. بله. مزه شور بگیره. بله. بعد وقتی دیگه آب نمک رو ریختیم روی خیارمون، میذاریم توی یه قابلمه، میذاریم روی گاز. بعد از چند دقیقه باید شعله‌اش کمی کم باشه که خیارمون آب باید بریزیم داخل قابلمون که این شیشه هامون مثلا خراب نشن، چیز نشن، مثلا یهویی منفجر بشن. اینه که گذاشتیم روی گاز. بعد از چند دقیقه خودشون رنگشون تغییر میکنه. وقتی دیگه رنگشون تغییر کرد، باید شعله گاز خیلی کم باشه. شعله گازمون باید خیلی کم باشه که اون وقت شیشه هامون مثلا منفجر، چون ما گذاشتیم روی گاز که طعمشون تغییر کنه، مثلا به خودشون بیاد، خیارامون مثلا زود بپزه، زود به خود برسه. بعد از اینکه رنگ خیارامون تغییر کردن، از توی قابلمه بیرونشون میاریم. یه ذره سرشونو یه خورده سراشون خب پیچی هست، یه ذره اینجوری یه خورده بازش میکنیم که یه خورده هوا به داخل شیشه برسه، به خیارامون برسه که خنکش کنه. بچه ها میتونیم همون لحظه بخوریم، ولی نه، داغه، حالا به خودش نیومده، طعمشو به خودش نگرفته. ما باید بذاریم که سرد بشه، بعد میتونیم بخوریم. ولی اگر خود شما هم خواستین با یه روش دیگه درست کنید، خودتونم دیگه صلاح با خودتونه. ولی این روشی که من الان برای شما عزیزان توضیح دادم، این روش کردن خیارشور خیلی آسونه، ولی خریدنش خیلی سخته. هم گرونه، هم مثلا چطوری براتون میگم، پولش خیلی بالاست. اینم از روش خیارشور درست کردن برای همه شما عزیزان. لطفاً خیلی ممنون که کانال ما رو دنبال میکنید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ویدیوهای ما رو لایک و سابسکرایب کنید. خیلی ممنون، دستتون در نکنه که این ویدیو رو تا آخر با ما بودید. دایی دشمنی خیلی سرچین مامان باید را سرچه ندومن بیاریم. سرچه میتونیم ما را سرچه ندومن بیاریم. سب کنم ده نزن ده بس ده نزن. میخوام این دشه سکنم. میخوام این دشه این بزنم، چون کلار بزنم. برای تون بیار. من از کورن زیبیو. خواسته ایدار بتونم بزنی رو واس کنی. خب حالا رسید به نوبت سرکه ریختنشون. هستی سرچشون عادیت آنمه چه بریزیم بکن تا کنه بیا طبیعه پرپرش بسه؟ بس بچه ها همه شیشه هامون رو به همین ترتیب سرکه آب نمکشون رو میریزیم. خداحافظ به همه عزیزان. بچه ها لطفا کانال ما را مشترک شوید. ما میخوایم فقط یک کسب درآمدی داشته باشیم که بتونیم پدرمون رو از زندان آزاد کنیم. آب و سرکه‌شون رو با هم
ریختیم داخل این شیشه ها الان میذاریمشون توی به اندازه کافی آب میریزیم توی قابلمون میذاریم روی گاز بعد شیشه‌مون رو میذاریم داخلش. شعله‌مون هم باید خیلی کم باشه. بچه ها راستی یه چیزی یادم رفته بود به شما بگم. من امروز تولدم بود، به خاطر اینکه پدرم زندان بود نتونستیم یه جشنی بگیریم. لطفاً شما در کامنت ها یه تبریکی به من بگید تا منم خوشحال بشه. تولد دوباره عزیزم. مرزیه نیسته وقتی چه باید آزاد بی جشن تولد قشنگ سی دور میجمم. خب ما ناراحتش نبود. نه حالا اینو نه دنیا خمساش بکنیم. خب گوش کن مرزیه شو خدا می‌بینم. نه همون روشی که مرزیه بود. مرزیه ما ناراحتش نبود. با شیشه برام شده خودیم ها. با شیشه؟ ها نهازه میبا؟ نه میخوام اول روشش رو گفتم که باش خیالمون که داخل شیشه یه ببینیم شو داخل قابلمه ببینیم شو سر گاز چیه خورده مثلا نه همین حالا باید چینشو داخلش آبی که خیلی بکنیم داخل قابلمون هم باید داغ بویه آب داغ باشد. نه زیاد داغ باید یه خورده آب ولم مریض شکنامش عادی عادی تمام بانش اون سپاس سنجینه تورینه هفندک